مار کلان زود تیز نمی باشه، اما عصای موسی علیه السلام که مارجور شده با وصف کلانیش خیلی تیز است، خیلی تیز است. از او خاطر از حیثیت تیزی جان برش میگه، اما از حیثیت جوسه که کلان است ثعبان برش میگه. موسی علیه السلام ترسید، اوه عصا مار گشت. قال خذها، الله متعال برش میگه بگی ولا تخف، نترس، گریز میریز نکو. سنعیدها، زود است که برگردانم می عصایت سیرتها به هیئت و شکل الاولا اولیش، نترس. ای خو معجزه برای رهب بود، یعنی برای ترس. موسی علیه السلام فهمید که فرمان الله متعال متعلق عصایم شده، عصا که ما گفتم ولی فیها معارب اخرى، برای ما حاجتهای دیگه است، حالی حاجتهای خیلی بزرگ پورا میکنه، حالی خود ایترام مانده نمیشه، دعوت فرعون روان میشه. حالی دیگه معجزه دیگه که یک کمی اطمینان حاصل شود. وضمم یدک الی جناحک، پیوست کو بچسبان دستیت الی جناحک، در زیر بغلت، تخرج میکشی بیضاء، در حالی که سفید میباشه، من غیر سوء، بدون کدام عیب. یکی مرض پیس گرفته باشه کسی را، دستش چی میشه؟ سفید میشه. این سفیدی مرض نیست، بلکه بدرخشه. آیت اخرى، این معجزه دیگه. الله متعال میگه لنوریک من آیاتنا الکبری، این معجزه های را اراینا که بری تو نشان دادم، این دو معجزه را به خاطر چی؟ لنوریک، نشان بدم تو را من آیاتنا، از نشانه های قدرت خود، الکبری، بزرگه که تو مشاهده کنی نشانه های قدرت الله متعال. اذهب الى فرعون، بله این مقام چی است؟ دادن یک مسئولیت و وظیفه است، بسیار وظیفه بزرگ، از نگاه شرافت و مقام و منزلت بزرگ، اما از نگاه از یکی مسئولیت خیلی خطیر است، برداشت و تحمل مشکلات های زیاده میکنی، از این خاطر هم بزرگ است. دعوت مرتبه و مقام بالا میبره، چرا که وظیفه انبیاء علیهم السلام پیش میبری، خو لیکن در پیش روی خود مشکلات ها هم داره، بسیار زیاد مصیبت هم داره. مفت نیست که تو بیایی در ترجمه شرینه شریک شوی، پس که خانه بری همسایت برات میگه وابی شدی. حالی در راه روان است که از پشت سر تفلک هم اشپیلاق میکنه، واسه چی میگه؟ قطیرک میزنه تا وابی. در مسجد داخل میشی، ریش سفید از اون طرف که ببینه تا ملکه یهود و نصارا وهابی آب گرفته، ملا صاحب دعا کن که الله عالمی وهابی ها را گم کنه. این چی کتیم؟ حیران مانده که من چی کردم؟ صرف به خاطر ازی که در شارینه و رفته ای، در ترجمه شریک شده ای، تالی را دعوت هم نداده ای. اگر دعوت دادی اول پدرت میخیزه، بچه‌م نیستی دیگه در این خانه قدم نزنی، ما را گرفتی پیش مردم، آبروی ما را ریختاندی، وابی چی رقم نماز میخوانی؟ بابا و اجدادت چی رقم خوانده؟ دیگه چی میگه؟ ننیش چی رقم نماز میخوانه؟ ننیش در کجا دستا میمانه؟ تالی در کجاست؟ جرگه شروع میشه، جرگه ملا صاحب قطیق، مردم شیشته، کرکورک است که بری داخل شوی آرامی میشه، بس که تو برای باز کرکورک شروع میشه، خیرت است. این مردکه را اگر اصلاح نکنی، این دیگاره اون بچه فلانی را قطی خود بیرا کده، بچه فلانی را بیرا کده. باز میگه مرکزی از یاد کجاست؟ والا مرکزش خیلی خطرناک است. خیر چی رقم شود؟ نه برش اعلان کنه، اگر دیگه این کارا را میکنی در مسجد ما نبیا. و از اون طرف چرسی پیدا میشه، چرسی یک روز هم مسجد نمیشناسه، یک روز آلی هم در شام به خاطر افطاری آمده. او چی میگه؟ به ما بانی جزای از او را ما میدم. موسی علیه السلام وظیفه را میگیره، مفت نیست ای وظیفه، در مقابل فرعون میره. فرعون سرکشی بزرگ. خب فرعون همی قدر موقع به موسی علیه السلام میده، اینا میایه بخیر در داستانا، موقع میده معجزه تا پیش کن، گپی دا بزن، اما این بدبختا به انسان در گپ زدن هم نمیمانه. بشی گپ نزن، بشی از چهار طرف سرت غال مغال شروع میکنه، بیچاره ایران میمانی، لبت خشک میشه. در او روزا جنازه بود، من چون که امروز عبدالرحمن هستم و
آخری کلپ سعی کنه که باید این خبر است بان مردم این وقتی گپا نیست. توحید بیان میکنی میگه این وقتش چیست؟ نیست. توحید. سنت بیان میکنی میگه وقتش نیست. مردم میخیزن. خیست مردم روان شد دیگه. بله نیتون به الله دیگه رنگتان اینجا نبینیم. شما واری مردم در جنازه هم باید نباشه. سری جنازه آدم موحدین باشه. چی باشه؟ به اخلاص دعا بکنه او باشه. خیر الله متعال این نعمت از ما نگیره، استقامت نصیب بکنه. اینطور نیست که این موضوعات شما بپذیره آرام بمانه. اذهب الى فرعون انه طغى، بسوی فرعون، یقینا فرعون سخت سرکش شده. نعوذ بالله دعوای ربوبیت کرده. آلی دیگه نعوذ بالله ربی کلی مخلوق خدا میپنداره. نعوذ بالله. قال رب اشرح لی صدری. موسی علیه السلام آلی دعا میکنه، موقع دعاست. چی را طلب میکنه؟ در دعوت چی چیزا به درد میخوره؟ بیا دیگه اول در دعوت زبان فصیح. اول در دعوت چی؟ زبان فصیح نه. اول در دعوت انشراح صدر است. اول امی دعوت بالکل باورت پیدا شد که حق است. سنت فراغ شده باشه برای جایگزین شدن از او، مستحکم شدن از او، یقینت کامل شده باشه که می راه چیست؟ حق است، راه حق است. این انشراح صدر میگه. اولی ضرور است. موسی علیه السلام میگه قال گفت ربی پروردگارم اشرح لی صدری، فراخ بساز بکشای برایم از سینه مرا. ای اوسیلی دیگم برم بده، زود احساساتی نشم. چرا؟ در میدان دعوت هر کس هر گپ میزنه. عالمه قطع هر کس در جنگ شروع نکنم. سینم کلان باشه، کس دو میزنه، کسی دشنام، کسی قطره، کسی بگوی یک چیز، کسی دیگه چیز، کسی از بالا چیسته پلاستیکی اشغالی را سرت میپرده. اینی طور گپاره. کسی او سرت میپرده، کسی دامنی تکش میکنه. این کارا سرت میآید. ای را بفهمی خو که دعوت میدادی گپا سرطان است. خود سریتان چی باشه؟ بفهمی که الحمدلله سری عقیده استم. الحمدلله الحمدلله. و یسر لی امری. انسان خیلی ضعیف است. اگر یک روز دو روز سه روز آخر دیگه حوصله به صفر میرسه. میرسه نمیرسه؟ نه. موسی علیه السلام دعا میکنه و یسر لی آسان که برای ما امری ما کاری تبلیغ و دعوتی مرا، یعنی اسبابی از او را برای ما مهیا کو، مزاحمات وردار. الله تو زمینه را مساعد بکن. مساعد شدن زمینه چیست؟ طرفدار یک نفر پیدا کو. یک نفر. یک موسی علیه السلام از چنگال فرعون یک نفر خبر دادن. یک نفر بسته مجلسی که سری احساسات یک نفر سری آتش او پرتافته میتونه خاموش کرده. میتونه یک نفر. بسیار کوشش کو که یک نفر پیدا کو. و یسر لی امری آسان بساز برای ما امری مرا، واحلل عقدة من لسانی. قطعی مردم که دعوت میدی از تو مطالبه دلیل میکنه، قناعتش فراهم بکو. چی چیز به درد میخوره؟ زبان فصیح. فصیح واضح عام فهم که هر کس سری سخنت بفهمه بدانه. لغت پرانی ها نکو در دعوت. گاهی عربی میگی گاهی اردو و طوری نکو. گپ واضح بگو که سری از او خلاص شود. واحلل بگشایی عقدة گریر من لسانی، از زبانی ما. زبانی موسی علیه السلام لکنت داشت. دعا کرد که لکنت از بین ببره. لکنت چرا داشت؟ اول کوغه که در ریش فرعون که کش کرده بود موسی علیه السلام، بازو قصد کرده بود که علی ما میکشم ماندنیش نیستم. همی است. همیست که پاچه مرا تباه میکنه. آسیا برش میگفت رضی الله عنها او مرده که این تفلک است، نمیدانه پشتی سر باز واقعیش بیان میکنه. هیچ نمیدانه، این نمیفهمی گپاره. این اسای کو یک دانه مرواری ده برش بدی طرف هم قوغه کی قوغه میگیره یا نه مرواری ده. موسی علیه السلام چی کرد؟ در قوغ دسته پیش کرده بود، در دهن انداخته بود. از او خاطر زبانش لکنت پیدا کرده بود. مفسرین نوشته میکنه، اما روایات دیگه به الله معلوم. یفقه قولی که بدانن، فصاحت هم خوب باشه لیکن که مردم نفهمه یام سخت است. ایطور فصاحت برم بده، ایطور لکنت لسان مرا دور کو. یفقه که خوب بدانه قولی. فقاهت چی را میگه؟ به زیرکی و هوشیاری یک چیز فهمیدن. با بسیار زیرکی و هوشیاری بدانه قولی گفتاری مرا، مطلبی گفتاری مرا درک بکنه. بس اوقات مطلبی گفتاری تا مردم درک نمیکنه. تو دلسوزی میکنی مردم تو را دشمن تلقی میکنه.
وجعل لی وزیر من اهلی. یک نفر نمیشه این کار. لااقل یک کسی باشه که کمی تسلی تا بکنه خیر است که بگویه، خیر است که بگویه، باز یک کمی آدم دلدار میشه. از همون خاطر در راه دعوت شریک زندگی انسان بسیار مؤثر است. زن رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت مایوس میشد، دلتنگ میشد. پیغمبر بود، پیغمبر حرص داشت، اما که پس می آمد کدام زن بود؟ او زن که خدیجه رضی الله عنها. و پیغمبر می گفت هرگز الله تو را خوار نمیکنه. چرا؟ به خاطری که تو یک نیکی، یک عمل نیکی، یک عمل نیکی را انجام میدی. این بسیار مؤثر است. موسی علیه السلام دعا میکنه بگردان برای ما وزیرا معاون من اهلی، از اهل خودم. هارون برادری ما، اخی که برادرم است. اشدد بهی ازری که ما قوی کنم توسطی برادری خود، ازری کمری خدا. و اشرکو فی امری، الله توی را شریک بساز ده امری ما، ده وظیفه و مسئولیتی ما که دعوت و تبلیغ است. اینم پیغمبر بگردان. چقدر مخلص به برادری خود بود. اینه ده کاری عبادت و دین قد خود شریک کرد. کی نسبحک کثیرا، هدف از این دعاها چی بود؟ اصل مقصد ما است که ما پاکی تو را بیان کنیم، کثیرا خیلی زیاد. پاکی تو را بیان کنیم، دعوتی پاکی تو را بکنیم. این گپا را که طلب کردیم، این دعاها را به خاطری که شب و روز ما حواله باشیم، دعوت به سوی توحید الله بدیم، بدی شرک بیان کنیم، بدی شرک بیان کنیم. انبیاء علیهم السلام مقصدشان نمی بود، شب و روز. و نذکرک کثیرا، یادی تو را بکنیم به صفات کمال، کثیرا خیلی زیاد. انک کنت بنا بصیرا، یقینا تو هستی بالای ما بصیرا، احوال ما را خوب میبینی. الله ما که دعا میکنیم هدف ما را تو میشناسی، ما را میبینیم، ما را نصرت کن. قال قد اوتیت سؤلک، پیغمبر دعایت خواسته، الله قبول میکنه. الله متعال میگه یقینا داده شد سؤلک، درخواستای تو، مطلوب و چیزایی که تو سوال کردی یا موسی علیه السلام. و این تنها نه، ولقد مننا علیک مرة اخرى، یقینا ما احسان گذاشته بودیم، منت گذاشته بودیم برای تو، تو را سرفراز به نعمتا کرده بودیم. مرة اخرى، بدون درخواست و مطالبه تو یک مرتبه دیگه هم. این را نعمت اجمالی میگه. موسی علیه السلام بدون از اینکه تو درخواست کنی، مطالبه کنی، مرتبه اخرى دیگه مرتبه، آلی الله تفصیل میکنه، اجمالا بود. اذ اوحینا، در آن وقتی که ما الهام کردیم. اینجا وحی به معنای الهام است. الهام میگه در قلب کسی گپ خیره، گپ مفید پرتافتن. الله متعال در قلب مادر موسی علیه السلام الهام کرده. ما الهام کردیم الی امک، به مادری تو، ما یوحا، آن چیزی که برش الهام کرده شد. و کدام بود؟ آلی تفصیلش میکنه، تفسیر الهام میکنه. واقعیت چطور است؟ فرعون خودش خواب دیده. سه توجیه در اینجا مفسرین ذکر میکنه. کسی میگه فرعون خودش خواب دیده، کسی میگه نه، سخنا در بین بنی اسرائیل گفته میشد، امی گپاتا و بالا میشد که حتما در بین ما الله یک کسی را پیدا میکنه، پیغمبر روان میکنه که ما به قیادتش در مقابل فرعون میخیزیم، پادشاهی را از فرعون میگیریم. این گپ به فرعون رسید، از او خاطر شروع به ذبح کردن اولادا شد. یا خودش خواب دیده که از خانای بنی اسرائیل یک آتش برخیسته آمده ده پادشاهی از زیر سوختانده. بعضی مفسرین میگه که نه، چی کاهنا داشت و کاهنا ای حالات به فرعون گفت که اینی طور یک کسی پیدا میشه. این گپ نادرست است. چرا؟ در اینجا تصدیق کاهنا میشه و این در شریعت قطعا نادرست است. بله، خواب فرعون ولو که کافر باشه، خواب کافر هم چی میشه؟ گاهی راست میشه. از او خاطر یا از خواب یا از چی از سر و صدا و گپایی که بنی اسرائیل در بین خود گفته بود، از او فرعون معلوم کرده بود که بنی اسرائیل خطر است و کسی پیدا میشه. از او خاطر تلاش کرد که دیگه بچه هایی که تولد میشه کلش از بین ببره. یک سال نیم سال کلی بچه ها را ذبح میکرد. آخر قوم بر شکایت کرد که بیگارکشای ما، کسایی که کارای ما را از پیش ببره، هیچ کس باقی نماند. از او خاطر گفتن که خیر یک سال قتل کو، یک سال هم بچه ها را بگذار تا که نفوس بنی اسرائیل در حالت تضعیف باشه، زیاد نشوه که سبا در سر و جنجال برای ما جور نکنه. امروز دنیای کفر عیناً امی پروسی فرعون به نام چی؟ منصوبه بندی اولاد چیست؟ دو یک بچه یک دختر خیلی بهتر، اینی گپاره. حتی تا اندازی که در ذهن یک تعداد
مسلمانای ساده لوح و منافام ایر انداخته که تو تربیه زیر نمیتونی، تربیه زیر نمیتونی، از او خاطر ایره چی کو دوا بخو، زنا را دوا میده، میره در پیش دکترها و رقم کارا را میکنی. کلش پروسه کافر است، استعمار است. نمیخواه که مسلمان ها نفوسش زیاد شوه. چرا؟ حراس داره که اگری مردم زیاد شوه در مقابل ما قیام میکنه، این نظم و نظام از ما میگیره. از او خاطر نمیخواه که مسلمان ها زیاد شوه. او رسول الله میگه تناکح الودود چیسته ولوده، شما نکاح با امرای زنایی که خیلی زیاد محبت کننده و خیلی اولاد آورنده است بکنه. فإني مکاثر بكم الامم یوم القیامه. سر امتهای دیگه ما افتخار میکنم سر شما در روز قیامت که شما زیاد باشه. او اینجا آسان گپ است. زنم میگه من دیگه بند میکنم، مردم خوش است. چرا؟ ما زندگی بهتره. قدرت الله متعال است. در مقابل نظام الهی که کسی نظامای طاغوتی را وضع میکنه، با سرنوشت زندگی ازوار الله خراب میکنه. اما دو اولاد بازی تر زندگی چیستا پر رنج و مصیبت الله برش پیش میکنه که هیچ پرسان نکن. اما کسی که اولادای زیاد داره تر زندگی مرفع راحت الله نصیب میکنه که هیچ پرسان نکن. الله متعال در مقابل نظام فطری الله توی تر کارا را نکن، در بدری نکن. فرعون هم نمی تر ذبح کردن اولادا را چی کرده بود؟ شروع کرده بود. فرعون به اون رقم او این آلی در این زمان امی فرعونای وقت به یک قسم دیگره، به نام چی؟ بگوی منصوبه بندی، به نام ازی که اولاد کمتر زندگی بهتر. تو را اون خود بازار اونجا فرعون جلادایش قتل میکرد، اینجا تو مادر و پدر جلاد فرعون گشتی، خودت توی سقت کده رایستی. دین روز برم زنگ زده بود، یک مولوی برم زنگ زده بود، فتوا را کسی از پیش طلب کرده. زن و شوهر نمیخواه که دیگه اولاد بیاره. چرا؟ ولا تربیهش خوب نمیتونه. میخواه چقدر ماه طفل است مچم او را میگه که سقط بکنیم. من گفتم که قتل است. عیناً که یک آدم زنده جوان میگیری قتل میکنه، امو رقم گناست، امو رقم گناست. الله پیدا میکنه او تو میگیری فنا کده رایستی. اونجا فرعون جلاداش ذبح میکرد، اولی پدر و مادر، همین پدر و مادر ظالم قاتل که در روز قیامت جواب بگوید بر الله متعال. اگر تو چندم اولادی پدر و مادر هستی؟ کی اولاد سوم و چهارم و پنجم است؟ میجا دست خدا بالا کنه. اولاد سوم و چهارم و پنجم صحیح کنی؟ اینی قدر مردم اولاد سوم و چهارم و پنجم است. اگر مادرها و پدرای تا نمیتونه سقط میکرد، شما امروز در ترجمه نشسته بودی؟ ها؟ این کارا را، این پروسه استعمار جدید است. امو فرعون است. نمیخواه مسلمان ها قوت پیدا کنه، نمیخواه مسلمان ها دستبرداری پیدا کنه. از او خاطر پروسه را به شکل دیگری به ما آورده و ما را ذبح کرده رویست. یک نوع ذبح است. ای که باقی میمانیم دیگر رقم ذبح میکنه. باقی ماندار چی رقم ذبح میکنه؟ فکر و مفکوره ما فقط پشتی سریال است. تمام جوان میبینی به جای از اینکه کتاب در دستش باشه، کیمیا و فیزیک خود بخواند، در امتحان کامیاب شود، گوشی موسیقی دیش است. موبایلای لعنتیم برآمده، این شبکه های بدبخت. همی غیر پیام اینی قرپه بده، خبرداری که اولین آهنگ از کیسته؟ خبرداری که اولین آهنگ از کیسته؟ کل عمر در له و لعب تیر میشه. این ذبح میفهمی؟ ما را میکشه. وجدان ما را، ضمیر ما را، استعداد ما را مکمل ذبح کرده. ما یک قدم به ترقی و پیشرفت خود پیش گذاشته نمیتونیم. استعماری کارا را کرده. همین فرعون است امروزم، همون فرعون همون وقت است، لیکن به شکل دیگه، به شکل مدرن مترقی ما را ذبح کرده رایسته. فرعون امر کرد که دیگه اولاد نمانه. قدرت الله متعال نوبت موسی علیه السلام در سال رسید که او در سال ذبح میشد. الله متعال در قلب مادر موسی علیه السلام انداخت. جاسوسا را مقرر کرده بود، جلادا موجود بود، هر کس که تولد میشد خودی خانوالا خبر میکرد. چرا که خبر نمیکرد باز کلگی از بین میبرد. در دل موسی علیه السلام، مادر موسی علیه السلام الله متعال انداخت که صندوق جور که موسی علیه السلام دایش بنداز. این کار الله هست. کار الله نمیره میگه تدبیر مخلوق بیبی، تدبیر خالق بیبی. کار مخلوق بیبی، کار خالق بیبی. چقدر درس عظیم الله برای ما میده. چقدر دنیای کفر که هر نوع طاقت خود خرج بکنه که الله بخواه بنده خود پیروز بکنه، اینطور پیروز میکنه از رایی که او هیچ نمیدانه. از رایی که
اج نمیداند، تصورش نمیشه. الله متعال است شرط است که اخلاص موجود باشه، امت یقینا خط مستقیم پیدا کرده باشه، انحراف نداشته باشه. به الله قسم که ما به کتاب الله و سنت رسول الله عمل بکنیم، در همه جاها این دنیای کفر گله میشی تو جمع شوه با هم اینقدر وسایلش که هیچ پرسان نکن، اما مشکل اینجاست که ما دین خود ترک کردیم، ما تابعداری امی مردم هم میکنیم، امی کافر استعمار ما را نشان داده رو استیم دیگه. چطور نصرت برای ما باشه، رحمت الله سر ما باشه؟ نیست. مادر موسی علیه السلام در صندوق کرد، صندوق در دریا الا کرد. دخترکی خدا میگه که یک مراقبت بکن که کدام طرف میره صندوق در قصر فرعون برابر میشه. در بعضی روایت ها میگه که فرعون و آسیا زنش همونجا استاد بود که صندوق آمد گرفت، خودی فرعون همی صندوق گرفت و واس کرد که بچه است. فرعون گفت که حتما بچه بنی اسرائیل است، خاندان شیر در دریا انداخته، من ایره قتل میکنم. آسیا ما دستش محکم میگیره، میگه که او ایره چطوری طفلکه، یک طفل چی میشه؟ با یک طفل پاچایی تو خراب نمیشه. الله متعال در موسی علیه السلام اینطور محبت انداخته بود که هر کس میدید محبت پیدا میکرد. آسیا زن فرعون است، مسلمان است، او سخت محبت با موسی علیه السلام داره، از او خاطر نگذاشت که قتل بکنه. چندین مرحله برای قتل موسی علیه السلام میسر شده که در وفتناک فتونا براتون واقعه را سر میگم، لیکن الله متعال اینی قسم ایره نگاه کرده، درس برای ماست. تدبیرای مخلوق چیست در مقابل تدبیر خالق؟ میزنی که الله نخواه نمیشه که کار به سر برسه یا حاصل شوه. جادوگرا را بگرد، کاهنا را بگرد، قبرا را بگرد، پیرا را بگرد، انواع دوده ها را بخو، نه هند با نه جرمنی را که الله نخواسته نمیشه. این را بدونی، این درس است. تدبیر الله اینطور تدبیر است. در کجا تربیه میکنه شه؟ چه قسم تربیه میکنه؟ میره در خانه فرعون موسی علیه السلام، اما آلی هر زنی شیر دهنده را که میاره یکیشم سینه‌ش نمیگیره. دخترک مراقبت کرده رایی بودم شیر موسی علیه السلام، اونجا میگه که من یک خاندان براتون نشان ندم، خب خاندان است شاید شیر از او را بگیره. پس آوردن مادر موسی علیه السلام، هم اجرت میگرفت، هم به بچه خود چی میداد؟ شیر میداد. این کار الله است، نظام الله متعال است. بیای عالی، الله متعال چی میگه؟ اذا اوحینا در آن وقتی که الهام کردیم الی ام موسی، الی امک به سوی مادری توی موسی علیه السلام، ما او سخنای را یوحا که ما الهام کرده شد، انقذ فیه فی التابوت، انقذ فیه اصل چیست؟ انقذ فیه، اقذفی صیغه امر حاضر برای واحد مؤنث است. این ضمیر راجع به موسی علیه السلام است. بنداز ای مادر موسی علیه السلام کی را؟ هی موسی علیه السلام فی التابوت، در تابوت. اقذی علیده نیست، فیه علیده نیست که بنداز فیه در صندوق، نه، اصل جن معنی اینطور میشه بنداز در صندوق. این گپ غلط است، بعضی مترجمین همینطور ترجمه میکنه بنداز در صندوق. این گپ غلط است، ترجمه را غلط میکنی، کلمه را تالی را نفهمیدی صیغه را. اقذفی بندازه مادر موسی، کی را بنداز؟ هی موسی علیه السلام، بنداز موسی علیه السلام. در کجا بنداز؟ فی التابوت، در تابوت.